نکته طلایی در آزمون آیین‌نامه رانندگی. همونطور که میدونید قبل از اینکه بخواید در آزمون شهری شرکت کنید باید در امتحان آیین‌نامه رانندگی قبول بشید و لازمه این کار اینه که نکات مهم آیین‌نامه رو بدونید و البته سعی کنید روی تست‌های مختلف تمرین کنید تا شانس قبولیتون رو بالا ببرید. ما در این کلیپ سعی می‌کنیم 10 نکته طلایی و مهم آیین‌نامه رانندگی رو براتون بیان کنیم. بهتره برای اینکه این نکات ملکه ذهنتون بشه و توی امتحان موفق بشید این کلیپ رو با دقت و در صورت لزوم چند بار ببینید. 1. در کجاها سبقت اکیداً ممنوعه؟ یکی از مواردی که همیشه در امتحان آیین‌نامه در موردش سوال میشه این مورده. یادتون باشه هر جا که دید ندارید سبقت گرفتن ممنوعه. توی آیین‌نامه رانندگی در این 3 مورد سبقت اکیداً ممنوعه. 1. سر پیچ ها چون زاویه دید راننده کمه. 2. 50 متر قبل و بعد از پیچ ها. 3. 100 متر قبل از ورودی تونل، درون تونل و اگر در روی یک پل در حال رانندگی هستید در طول پل سبقت اکیداً ممنوعه. در ضمن توجه به خطوط وسط جاده داشته باشید. خط ممتد به معنای ممنوعیت سبقته. 2. توقف در کجاها اکیداً ممنوعه؟ در 15 متری این مکانها توقف اکیداً ممنوعه. میدانها، تقاطعها، شیرهای آتش نشانی، چراغ راهنمایی، ورودی و خروجی ایستگاه‌های آتش نشانی و ابتدا و انتهای پیچ‌ها. 3. دور زدن صحیح. اول باید به این مطلب توجه کنید که در فاصله 150 متری پیچ‌ها دور زدن ممنوعه و فراموش نکنید اگه میخواید گردش به چپ داشته باشید بر طبق قوانین آیین‌نامه رانندگی وسط خیابون نمیتونید این کار رو انجام بدید. ابتدا 500 متر مونده به محل گردش راهنمای راست رو بزنید و در مکانی ایمن در سمت راست متوقف بشید. سپس راهنمای چپ رو بزنید و با توجه به رعایت حق تقدم گردش به چپ رو انجام بدید. 4. شرایط بوق خودرو. یکی از نکات مهم که در آیین‌نامه رانندگی به اون پرداخته شده بوق خودرو شماست. بوق خودرو باید استاندارد باشه. صدای بوق نباید به گونه‌ای باشه که باعث ایجاد آلودگی صوتی بشه. بوق باید صدای یک نواخت متعارف داشته باشه تا با شنیدن اون راننده و عابر پیاده هوشیار بشن، نه اینکه سکته کنن. 5. از چراغ فلشر چه زمانی استفاده کنیم؟ هر زمان احساس کردید خطری در جلو وجود داره و رانندگانی که در پشت سر هستن باید سرعت خودشون رو کم کنن و محتاط‌تر برونن از فلشر استفاده کنید. هر زمان که احساس کردید خودرو داره مشکلیه و امکان بروز حادثه وجود داره از فلشر برای اطلاع سایر راننده ها استفاده کنید. 6. آیین‌نامه رانندگی در شب. رانندگی در شب به علت دید کم همیشه مشکل تر از روزه. آیین‌نامه رانندگی به شما میگه اگر شب در یک جاده 2 طرفه در حال رانندگی هستید باید بدونید که نور بالا حرکت کردن باعث میشه دید راننده لاین مخالف و همچنین راننده جلویی هم مسیر خودتون رو مختل کنید. پس برای اینکه راننده مقابل رو متوجه خودتون کنید یه نور بالا بزنید و برای اینکه دید و حواس راننده جلو و هم مسیر خودتون رو مختل نکنید باید در فاصله کمتر از 150 متر از نور پایین استفاده کنید. 7. رانندگی در سرما و گرما. حالا بیایید در سرما و یخبندون رانندگی کنید. نکته اول یادتون باشه اگه جاده لیز و یخبندون باشه هر زمان که ترمز جهت توقف کامل میگیرید ماشین مسافت بیشتری رو طی میکنه تا بایسته. این میزان معمولا 10 برابر حد نرمال اونه. در آیین‌نامه رانندگی گفته شده که در شرایط عادی به اندازه طول یک اتومبیل از خودروی جلویی فاصله داشته باشید. اما اگر در جاده لغزنده به دلیل یخزدگی، برف و بارون ترمز گرفتید و خودرو شروع به سر خوردن کرد حتما و بلافاصله ترمز رو رها کنید. در غیر این صورت احتمال انحراف و چپ کردن وجود داره. همواره به یاد داشته باشید در جاده‌های خیس و لغزنده باید فاصله بیشتری با خودروی جلویی داشته باشید که حداقل توجه کنید حداقل به اندازه 4 ثانیه باید باشه.
رانندگی در هوای گرم هم قانون خودش رو داره. هوای گرم باعث میشه سطح اصطکاک آسفالت و لاستیک کم بشه. این امر باعث میشه تا کنترل اتومبیل به خصوص هنگام ترمز و گردش در پیچ‌ها دشوارتر بشه. به همین خاطر در هوای گرم مراقب پیچ‌ها، لاستیک خودرو و ترمز کردن‌های خودتون باشید. حالا اگر هوا معتدل و خنک و بهاری بود اما باز همین مشکل رو داشتید، ماشین رو متوقف کنید و باد لاستیک رو چک کنید. احتمالاً لاستیک ها کم باد هستند. 8. کامیون ها، خودروهای امدادی، اتوبوس ها، تاکسی ها. هنگامی که با کامیون مواجه میشید هول نکنید. فقط کافیه در نقاط کور راننده کامیون قرار نگیرید تا اون بتونه شما رو ببینه. در ضمن فاصله طولی خودتون رو با کامیون حفظ کنید تا دید خودتون مختل نشه. هنگام رانندگی به خودروهای امدادی راه بدید. خودروهای امدادی حق عبور از ایستگاه‌ها و خطوط ویژه رو دارن، اما نمیتونن از مکان‌های ممنوع عبور کنن. مراقب تاکسی و اتوبوس‌ها باشید. در این گونه خودروها همیشه مردم در حال سوار و پیاده شدن هستن. به خصوص در تاکسی‌ها به یکباره وسط خیابون توقف میکنن و از اون بدتر در ماشین باز میشه و از اون خطرناکتر مسافر پیاده میشه. همیشه ششدانگ حواستون رو به این دو مورد و همچنین آبرین پیاده بدید. 9. نکات قابل توجه در نگه داشتن کلاچ. حواستون باشه که اگر کلاچ رو بی‌مورد نگه دارید با مشکلاتی مواجه میشید، مثل کاهش کنترل خودرو به دلیل قطع ارتباط نیرو محرکه با چرخ‌ها یا افزایش سرعت خودرو در سراشیبی و احتمال چپ کردن خودرو. با بی‌مورد نگه داشتن کلاچ، هدایت اتومبیل و در نتیجه گرفتن ترمز سخت‌تر میشه و همچنین دنده صحیح رو به راحتی نمیتونید انتخاب کنید. 10. نکات متفرقه در آیین‌نامه. همواره به یاد داشته باشید مدارک خودتون رو به کسی غیر از پلیس تحویل ندید. بی‌توجهی به علائم و مقررات رانندگی نشونه عدم توانایی و صلاحیت در رانندگیه. حداقل عمق آج لاستیک 1.6 میلیمتر باید باشه. علل ساییده شدن لاستیک ها معایب فرمان، عدم تنظیم چرخ ها و ترمز هاست. تنظیم نبودن باد لاستیک ها باعث کاهش عمر لاستیک ها میشه. راننده ها قبل از ورود تقاطعی که فاقد علائمه باید توقف کنند و سپس با احتیاط کامل از تقاطع بگذرند. تابلوهای شبرنگ در سطوح صاف و عادی در فاصله 70 متری و در بزرگراه‌ها و پیچ‌ها در فاصله 150 متری باید قرار داده بشه. در پایان فراموش نکنید که حالات مختلف مربوط به حق تقدم‌ها و همچنین انواع تابلوهای راهنمایی رانندگی رو با دقت مطالعه کنید. امیدواریم نکات مطرح شده در این کلیپ بتونه در امتحان آیین‌نامه به شما کمک کنه. لطفاً اگر مطالب این کلیپ برای شما مفید بود، اون رو لایک کنید و کانال 10 نکته طلایی رو به دوستان خودتون معرفی کنید.